امروز شادی و خرسندی کودکان ولایت خطلان هر و کنار نیست، چون که روزنامه خطلان بخشیده به 72 سالگی مربی شایسته تاجیکستان رحیم زماتوف مسابقه فوتبال را تشکیل نموده است که 14 دسته حدودی ولایت خطلان امروز با هم سابقه دارند. بازی تا روز 31 ادامه می‌یابد و روز 31 باشد سزاوار جام روزنامه خطلان معین می‌گردد. ما طریق شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب با شما اطلاع می‌دهیم. چون یک مسابقه کشادروی دورای روزنامه خطلان در همکاری با فدراسیون فوتبال خطلان تصمیم گرفته است. این قوه آزمایی با گرامیداشت مربی شایسته جمهوری تاجیکستان رحیم زماتوف بخشیده شده است. بخشیده با 72 سالگی استاد رحیم زماتوف مسابقه تشکیل کرد. تشکر با سرپرست همین مسابقه روزنامه خطلان که همین مسابقه را تشکیل کردند. من همچون مربی میخواهم که خیلی مسابقه بسیارتر شود. نداری خود را بر روزنامه خطلان میرسانه که این مسابقه را برای ما تشکیل کردن و از خود باور داره که جایزه نامه را انشاءالله بگیریم و در آینده همه خیلی مسابقه ها بسیار شود. یادآور باید شد که برای دریافت جام روزنامه خطلان از 24 تا 31 مارس در میدانچه‌های فوتبال خرد فدراسیون فوتبال خطلان در شهر باختر بازی‌ها برگزار شده 14 دسته ولایت برای به دست آوردن جام روزنامه خطلان رقابت می‌کنند. باید قید کرد که با سرپرستی روزنامه خطلان و ابتکار فدراسیون فوتبال خطلان مسابقه کشادی ولایتی اوید به فوتبال خرد میان کودکان و نوجوانان سالهای تولدشان 2009-2010 در تعطیل بهاری برگزار گردیده است. سرپرستی که همین مسابقه را تشکیل کردگی رحمت داو سرپرست روزنامه خطلان که همین خیلی روزنامه بسیار شوند روزنامه کودکان بکار نمونند. کودکان دوستان در وقت تعطیل 10 روز کودک روزان بکار ما تغییر کردیم کای تورنیر کای بازی اینا مرحمت بازی کودکان خرسند میشوند. این بوده از بهار اینا از وقتی بهار اینا ببین چقدر هوا ناست شرایطون ناست و بوده قد دسته بسیار شده سال هر سال بود نسبت این سال کمتر بود. رحمت بومید رحمت به همین روزنامه میگم و به همین روزنامه خطلان به همین کاری تشکیل کردگیشون به همین مسابقه تشکیل کردگیشون کودکان بکار نمیمونند. مقصد از برگزاری مسابقه مذکور جلب هرچی بیشتر کودکان و نوجوانان به این نمود ورزش و از بیهوده‌گردی باز ماندن آنهاست. کودکان با این وسیله هم بدنشان را آب و تاب می‌دهند و هم دوستان خوب از هر گوشه ولایت پیدا می‌کنند. مسابقه مذکور در 3 زیرگروه برگزار گردیده روز 31 مارس جام بست می‌گردد و سزاوار جام روزنامه خطلان معین می‌شود. نبی جانی سید ابرار برای روزنامه خطلان.